امام ابو حنیفه قرائت قرآن. كان ابو حنیفه ربما ختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمه. ابو حنیفه رحمت الله علیه گاه ها در ماه رمضان 60 مراتب ختم قرآن میکردن. یعنی کسی که پیروی از امام ابو حنیفه دارد در این مسئله ها هم پیروی کند. 60 مراتب در ماه رمضان ختم میکردن، یعنی در یک روز 2 مراتب، یک روز روزانه، یک مراتب روزانه، یک مراتب شبانه. در یک شبانه روز 2 مراتب ختم قرآن میکرد یعنی امام ابو حنیفه. در کتاب الطبقات السنیه فی تراجم الحنفیه، این کتاب از آن حنفیه ها هست. لیکن بله، عن القاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف تنگی کان ابو حنیفه یختم القرآن کل لیلة فی رکعتین. امام ابو حنیفه قرآن را ختم میکردن در شب، کل لیلة، هر شب ختم میکردن، فی رکعتین، در یک رکعت. اینه سخن قاضی ابو یوسف است، در کتاب سیر و اعلام النبلا امام ذهبی نقل کرده. یعنی امام ابو حنیفه در یک رکعت قرآن ختم میکردن. خوشا به حالشون، مرحمت، اقتدا کنید. این دلالت میکند که حافظ قرآن بودن، در یک رکعت ختم میکردن. در نماز یا قاری ها در 30 شبانه روز یک پارگی قرآن را به 30 جزء تقسیم کرده میخوانند و در یک نماز 3 قاری و 4 قاری 2 رکعتی و 4 رکعتی میگذارند، با وجود همین در میمونند. و امام ابو حنیفه در یک رکعت 30 پاره قرآن میخواند. یعنی این نقلش هم ببینید در کتاب ذهبی، نقلش هم از قاضی ابو یوسف، یعنی یک سخن هوایی. و این چونی مسعر ابن کدام میگوید که رأیت ابا حنیفه قرأ القرآن فی رکعه. این قاضی ابو یوسف شاگردشون بود. این مسعر ابن کدام دیگر آدم است. مسعر ابن کدام میگوید که من ابو حنیفه را دیدم که در یک رکعت ختم قرآن کرد. در کتاب سیر و اعلام النبلا آمده است. و این چونین یروى ان ابا حنیفه ختم القرآن 7000 مره. و این چونین روایت است که امام ابو حنیفه قرآن را 7000 مراتب ختم کردند. وقتی در بعضی نوارا همین سخن گفتیم، بعضی ها اعتراض بیان کردن که چخیر 7000 مراتبه، یعنی عمری آدم نمیرسد. میرسد اگر در یک شبانه روز اگر یک مراتب اگر ختم کنند در یک سال 360 بار میشد. 7000 تقسیم 360 یا 365، یعنی در 19 سال، در 20 سال اگر هر روز دوباره ختم کنید میشود از 7000 مراتب ختم کرد در 20 سال. امام ابو حنیفه 70 سال عمر دیدن، 7000 هیچ گپی ندارد. ما با وجود همین در یک روز یک مراتبگی حساب کردیم، 2 مراتبگی نه. یعنی در یک سال 365 مراتبه. اگر یک مراتبگی هر روز ختم قرآن کند هم، یعنی در یک سال 360 مراتبه ختم میکند. در 20 سال 7000 مراتبه. سیر و اعلام النبلا امام ذهبی نقل کردیم. یعنی 7000 مراتبه ختم قرآن کردیم. و این عملی آسان نیست، عملی بزرگ است. یک بار به خودتون سوال دهید که در یک سال چند مراتب ختم قرآن کردید. بعد به خودتون سوال کنید که آیا شما پیروی حقیقی امام ابو حنیفه هستید یا نیستید. عن یحیی ابن عبدالحمید الحمانی عن ابیه انه صاحب ابا حنیفه رحمه الله 6 اشهر قال فما رأيته صلى الغداة إلا بوضوء عشاء الآخرة وكان يختم كل ليلة عند سحر. یحیی ابن عبدالحمید حمانی میگوید که از پدرش روایت کرده است. پدرش است که اون کس 6 ماه ابو حنیفه رحمت الله علیه را هم صحبتی کرده است. 6 ماه یعنی همراه امام ابو حنیفه زندگی کرده است. گفته است که همین در مدت 6 ماه یگان مراتبه ندیدم که نماز بامداد را، یعنی هر مراتبه که دیدم نماز بامداد را با طهارت خفتن می‌خواند. یعنی به خفتن طهارت می‌کردند و بعد نماز خفتن تهجد می‌خواندند و در آن قرائت قرآن می‌کردند. و کان یختم کل لیله، هر شب یک مراتب ختم قرآن می‌کردند. عند سحری، در وقت سحری، یعنی وقتی که روزدار سحری می‌کند که قریب پیش از اذان بامداد در همون وقت ختم می‌کردند. هر شب 6 ماه
همین چیز من مشاهده کردم که با طهارتی خفتن بامداد میخواند. در کتاب سیر اعلام نبلا امام ذهبی نقل کردم. مرحمت پیروی کنید از امام ابو حنیفه. فقط در همین دست به گوش رسانیدن و آمین پس گفتن پیروی میکنید. هر شب ختم قرآن کنید، هر شب به طهارتی خفتن نماز بامداد خوانید. انا بعد پیروی حقیقی امام ابو حنیفه شوید. اسد ابن عامر میگوید که صلی ابو حنیفه، این نقل از دیگر کس است تا اینکه باور کنید به نقل. یک نقل از دیگر آدم بود، این نقل از دیگر آدم است، در دیگر کتاب است. صلی ابو حنیفه فيما حفظ علیه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء 40 سنه. این نقل کمتر دیگر است. از امام ابو حنیفه محفوظ است، یعنی مردم حفظ کردند که نماز بامداد را به طهارت نماز خفتن 40 سال خواندگی بودند. 40 سال نماز بامداد را به طهارت خفتن خواندند. یعنی این معنی اینا ندارد که خفتن خوانده خواب کردین و خسته با بی‌طهارت بامداد خواندن. نه، خفتن خواندین با همون طهارت تا سحر نماز و قرائت قرآن کردین، با نماز وقتی بامداد که شد بامداد و به همون طهارت خوانین. دلالت هم به سالم بودن جسمشان و هم قوتشان و هم ترسشان و هم علمشان و هم عبادتشان میکنند. فکان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة واحدة. اکثر شبها تمام قرآن را در یک رکعت میخواند. و کان یسمع بکاؤه باللیل حتی یرحمه جیرانه. و گریه او را همسایه هاش میشنوید. همسایه ها گریه او را میشنوید و رحم میکرد. و ابو حنیفه رحم میکردن. و حفظ علیه انه ختم القرآن فی الموضع الذي توفی فيه 7000 مره. و حفظ شده است که این چنین، یعنی نقل شده است، نقل صحیح شده است که امام ابو حنیفه در همون مکانی که جانشان برآمده است وفات کردند، در همون مکان 7000 مراتب ختم قرآن کردند، در مکانی که جان دادند. این در تاریخ بغداد است. ببینید این در اسیری اعلام نقل نکردیم، این در تاریخ بغداد است. خطیب بغدادی آورده است.